هر روز میلیون‌ها سالمند در دنیا دانه‌هایی می‌خورن که فکر می‌کنن سالمه. اما حقیقت اینه که 4 دانه پنهان وجود داره که میتونن آرام آرام به رگ‌های شما آسیب بزنن، پیری رو چند برابر سرعت بدن و حتی خطر سکته و دردهای مزمن رو بالا ببرن. و بدتر از همه اینه که خیلی‌ها هر روز این دونه‌ها رو دارن مصرف می‌کنن و اصلا هم خبر ندارن که چه آسیبی به بدنشون داره وارد میشه. اما تا انتهای این ویدئو با من بمونید، چون نه تنها این 4 دانه خطرناک رو بهتون معرفی میکنم، بلکه در پایان هم راز 4 دانه ای رو میگم که تحقیقات جدید نشون داده میتونن مثل یک سوخت جوانی بدن رو دوباره پر انرژی، بدون درد و سالمتر از همیشه کنن. همه چیزهایی که در ادامه میشنوید بر اساس تحقیقات واقعی، مطالعات معتبر و سالها تجربه در حوزه تغذیه سالمندانه. اما قبل از اینکه وارد لیست بشیم، 2 تا سوال از شما دارم. شما چه دانه‌هایی رو روزانه مصرف می‌کنید و آیا تا حالا پیش اومده بعد از خوردنشون دچار نفخ، درد مفاصل یا مشکلات پوستی بشین؟ تجربیاتتون رو توی کامنت‌ها بنویسین، من همه رو میخونم و با توصیه‌های شخصی پاسخ میدم. بریم سراغ اولین دانه خطرناک. شماره 4، بذر آفتابگردان. بیشتر مردم فکر میکنن که بی‌ضرره. توی هر سوپرمارکتی پیدا میشه، روی سالاد میریزن، توی گرانولا استفاده میشه و همه جا به عنوان منبع عالی ویتامین ای تبلیغ میشه. اما برای افراد بالای 60 سال این دانه کوچیک میتونه به آرومی به یک کابوس متابولیک تبدیل بشه. دلیلش چیه؟ امگا 6. این دانه‌ها سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 هستند که وقتی نسبتشون با امگا 3 از تعادل خارج بشه، آتشی از التهاب در بدن روشن میشه. طبق تحقیقی در سال 2022 نسبت ایدئال امگا 6 به امگا 3 باید حدود 4:1 باشه. ولی دانه آفتابگردان میتونه این عدد رو در افراد سالمند به 18:1 یا حتی بیشترم برسونه. در نتیجه التهاب مزمن، دردهای مفصلی، سفتی زانوها و حتی آسیب به رگ‌های خونی که توی طولانی مدت میتونه به بیماری‌های قلبی ختم بشه. یکی از بیماران ما یه خانم 72 ساله بود که هر روز این دونه ها رو به سالاد و میان وعده هاش اضافه میکرد. وقتی که آزمایش داد، شاخص های التهابی بدنش 3 برابر حد ایمن بود. بعد از حذف دونه آفتابگردون و جایگزینیش با ترکیبی از تخم چیا و کدان، تورمش تنها بعد از 10 روز فروکش کرد و بعد از 3 هفته انرژیش چند برابر شد. از زمان پیاده رویشم از 10 دقیقه به 40 دقیقه رسید. پس اگه بالای 60 سال سن دارید و مشکلاتی مثل آرتروز، خستگی یا کلسترول بالا دارین، شاید وقتشه که مصرف دونه آفتابگردون رو متوقف کنید. گزینه‌ای امن‌تر براش دونه کدو تنبله. هم منیزیم بر روی بالایی داره و هم بدون بار اضافی امگا 6 به بدنتون کمک میکنه. شماره 3، دانه پنبه. شاید اسمش رو شنیده باشین و فکر کنین که بی‌ضرره، یا حتی تا حالا به ذهنتون هم نرسیده که دارین مصرفش میکنین. واقعیت اینه که بیشتر مردم اصلا خبر ندارن که دانه پنبه وارد رژیم غذاییشون شده. چرا؟ چون که مثل دانه آفتابگردان یا چیا روی غذا پاشیده نمیشه، بلکه پنهانی در میان وعده‌های فرآوری شده، محصولات پخته شده و حتی سس‌های سالاد به اصطلاح سالم جا خوش کرده. دلیلش هم واضحه. روغن پنبه یکی از ارزان‌ترین روغن‌هاییه که صنعت غذا داره ازش استفاده میکنه. اما قسمت ترسناک ماجرا اینجاه. دانه پنبه حاوی ماده‌ای به نام گوسیپوله، یک سم طبیعی که گیاه پنبه برای دفاع از خودش در برابر حشرات تولید میکنه. برای حشرات مرگباره، اما برای بدن ما مخصوصاً سالمندان میتونه فاجعه بار باشه. تحقیقات نشون دادن که گوسیپول میتونه سیگنال‌های الکتریکی قلب رو مختل کنه، جذب کلسیم توی سلول‌های عضلانی رو مسدود کنه و حتی تولید انرژی در سطح سلولی توی همون میتوکندری رو به هم بریزه.
توی یک بررسی علمی که سال 2016 در گزارش‌های سمشناسی منتشر شد، دانشمندان دریافتند که قرار گرفتن مداوم در معرض گوسیپول باعث استرس اکسیداتیو توی بافت قلب میشه و تعادل پتاسیم بدن رو مختل میکنه. دو عاملی که میتونن خطر آریتمی، تپش‌های نامنظم قلب و حتی خستگی‌های ناگهانی و شدید رو بالا ببرن. و این وسط سالمندان آسیب پذیرترن، چون که سیستم سمزدایی بدن با بالا رفتن سن کندتر میشه و تعادل الکترولیت ها خیلی راحت تر به هم میخوره. در نتیجه یک سم پنهان که بی صدا به قلب فشار میاره و کیفیت زندگی رو پایین میاره، بدون اینکه حتی بدونید دارید شما مصرفش میکنید. یکی از بیماران ما یه خانم 70 ساله بود که بعد از هشدار پزشکش درباره کلسترول بالا تصمیم گرفت که رژیم غذایی کم چرب رو شروع کنه. به نظر انتخاب درستی میرسید، اما چیزی که انتظارش رو نداشت این بود که این تغییر به یک کابوس پنهان تبدیل بشه. اون شروع کرد به خوردن کراکرهای غلات کامل، گرانول‌های بسته‌بندی شده و سس‌های سالاد کم کالری. اما تنها 1 ماه بعد دچار خستگی دائمی شد، احساس تپش قلب پیدا کرد و گرفتگی‌های عضلانی عجیبی داشت، طوری که میگفت انگار چیزی زیر پوستش داره حرکت میکنه. نوار قلبش هم نتایج مرزی نشون میداد. نه اونقدر بد که دارو تجویز بشه، اما قطعاً سالم هم نبود. وقتی که رژیم غذاییش رو بررسی کردیم، متوجه شدیم که تقریباً توی همه چیزهایی که مصرف میکرده یه ماده مشترک وجود داشته و اون روغن پنبه‌دانه بوده. ما بهش توصیه کردیم که همه محصولات حاوی این روغن رو کنار بذاره و میان وعده‌هاش رو با نخود بوداده، برش‌های تازه آووکادو و سس‌های خانگی با روغن زیتون جایگزین کنه. نتیجهش باور نکردنی بود. تنها 2 هفته بعد اسپاسم‌های عضلانیش کاملا متوقف شد و تا هفته سومم تپش قلبش ناپدید شد. اون خانم به ما گفت برای اولین بار بعد از ماه‌ها احساس میکنه که دوباره زنده شده. روغن پنبه‌دانه شاید ارزون باشه و تقریبا توی همه محصولات فرآوری شده هم پیدا بشه، اما هیچ جایگاهی توی رژیم غذایی سالمند نداره. اگه بالای 60 سال هستین، قبل از خرید هر میان وعده یا سس سالادی برچسبش رو با دقت بخونین. ممکنه چیزی رو وارد بدنتون کنین که بی صدا به قلب، عضلات و انرژی شما آسیب برسونه. شماره 2 دانه‌های کنجده. دانه‌های کنجد تقریباً همه جا پیدا میشن. کنجد حاوی ترکیبات گیاهی قدرتمندیه که ممکنه باعث واکنش‌های آلرژیک پنهان، فشار روی سیستم ایمنی و حتی کمبود مواد معدنی ضروری بشه. برای بدنهای جوان این مسئله چندان جدی نیستش، اما وقتی که سیستم گوارشی کمی ضعیف‌تر و سمزدایی بدن کندتر عمل میکنه، مثل چیزیه که توی سنین بالاتر اتفاق میفته، این دونه‌های کوچیک میتونن حسابی دردسر درست کنن. و یکی از دلایل اصلی این موضوع وجود فیتات‌ها توی کنجده، ترکیباتی که به مواد معدنی حیاتی مثل کلسیم، منیزیم و روی میچسبن و مانع جذب اونها توی بدن میشن. یک مطالعه در سال 2022 در مجله امریکایی تغذیه بالینی نشون داده که رژیم‌هایی که پر از فیتاتن میتونن جذب کلسیم رو توی بزرگسالان مسن تا 27% کاهش بدن، چیزی که خطر پوکی استخوان و شکستگی رو بالا میبره. ولی خطر بزرگتر افزایش نرخ آلرژی به کنجد توی بزرگسالانه. در سال 2023 کنجد رو به لیست FDA، همون سازمان آلرژی‌های اصلی، اضافه کرد. بعد از اینکه گزارش‌های زیادی از واکنش‌های آلرژیک مخصوصاً در افراد بالای 50 سال منتشر شد. این واکنش‌ها همیشه به شکل شوک آلرژیک نیستن. توی خیلی‌ها به شکل سینوزیت مزمن، بصورات پوستی، عطسه مداوم یا حتی خستگی پنهان ظاهر میشن. چیزهایی که خیلی وقتا اصلاً به غذا هیچ ربطی داده نمیشه. مثل یک پرستار بازنشسته 69 ساله، سالها با درد مفصل، خشکی پوست و نفخ دائمی زندگی میکرد.
همه چیز رو از رژیمش حذف کرد. لبنیات، گلوتن، گوشت قرمز، اما هیچ تغییری نکرد تا وقتی که فهمیدیم حساسیت پنهان به کنجد داره. اون هر روز حمص میخورد که پر از خمیر دانه‌های کنجد بود. بعد از حذف کامل کنجد و جایگزینی چربی‌های سالم مثل آووکادو و گردو، فقط 2 هفته طول کشید تا پوستش بهتر بشه، معدش آروم بگیره و درد 6 سالش تقریبا از بین بره. خودش میگفت که حس میکنه 15 سال جوان‌تر شده. دوستای عزیزم، قبل از اینکه سراغ دانه بعدی بریم، اگر تا اینجای این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً دکمه لایک رو بزنید، چون این به ما کمک میکنه این اطلاعات به سالمندای بیشتری برسه که شاید خبر ندارن چه چیزهای پنهانی به بدنشون آسیب میزنه. و اگر دوست دارین درباره دانه هایی که واقعا به سلامتتون کمک میکنن بدونین، حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین، چون 2 مورد آخر لیست خوب واقعا شگفت انگیزن و میتونن زندگیتون رو تغییر بدن. شماره 1 دانه های چیا و این یکی واقعا شوکه کننده. همه جا ازش تعریف میکنن، متخصصای تغذیه و حتی مقالات سلامتی. همه میگن دانه چیا یک ابرغذاه، اما چیزی که کمتر کسی میگه اینه که چیا میتونه برای سالمندان به شدت خطرناک باشه، مخصوصا وقتی که درست مصرف نشه. مشکل اصلی اینه که دانه‌های چیا وقتی که با آب تماس پیدا میکنن به طور دیوانه‌واری متورم میشن تا 12 برابر وزن خودشون رو مایع جذب میکنن. اگر به صورت خشک یا بدون خیساندن مناسب مصرف بشن میتونن توی مری یا معده متورم بشن و مشکلات جدی و در بلع یا حتی انسداد ایجاد کنن. و برای کسی که بالای 60 سال سن داره و سیستم گوارشیش حساس تره و ضعیف تره، این موضوع میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. در یک سیستم گوارشی سالم شاید که مشکلی پیش نیاد، اما برای افراد بالای 60 سال، مخصوصا کسایی که حرکت روده کندتری دارن یا سابقه مشکلات درمان شده دارن، این دانه‌های کوچیک میتونن به یک خطر جدی و پنهان تبدیل بشن. 10 مورد در مجلات پزشکی گزارش شده که سالمندانی که به دلیل مصرف خشک دانه‌های چیا یا مخلوط کردن اونها با مقدار خیلی کم مایعات دچار خفگی، یبوست شدید یا حتی انسداد مری شدن. یکی از این گزارش‌ها توی مجله پزشکی داستان یک آقای 72 ساله رو تعریف میکنه که بعد از خوردن تنها 1 قاشق چیا با کمی آب فکر میکرد که به پاکسازی روده کمک میکنه، دچار انسداد کامل مری شد. فقط 1 ساعت بعد کار به جراحی کشید تا توده متورم دانه‌های چیا رو از مریش خارج کنن. چیزی که قرار بود به سلامتیش کمک کنه نزدیک بود که به قیمت زندگیش تموم بشه. اگر بالای 60 سال هستین هرگز چیا رو خشک یا به صورت پودر نشده مصرف نکنید. همیشه اون رو خوب خیس کنید و با مقدار خیلی کم، حدود نصف قاشق چای خوری شروع کنید. صبر کنین تا برسیم به دانه شماره 2 توی لیست خوب، چون اون یک گزینه امن‌تر و مفیدتر برای سلامت روده شماه بدون این خطرات پنهان. حالا که فهمیدیم کدوم دونه ها به طور پنهانی به بدن آسیب میزنن، وقتشه که ورق رو برگردونیم، چون 4 دانه بعدی میتونن درست برعکس عمل کنن، یعنی به ترمیم بدن کمک کنن، از التهاب ها کم کنن و حتی اثرات مخرب بعضی از دانه های بد رو جبران کنن. شماره 4 دانه کنجد سیاهه. شاید تعجب کنید، مگه نگفتیم که کنجد بده؟ بله، اما این بار حرف از کنجد سیاه میزنیم، نه اون کنجد سفید فرآوری شده که روی نون همبرگر پیداش میکنیم. دانه کنجد سیاه پوست کنده نشده طبیعی و تصفیه نشده است و خواصش هم کاملا متفاوت با نوع سفیدشه. این دانه‌های ریز پر از لیگنان‌ها هستند، آنتی اکسیدان‌های قوی که میتونن استرس اکسیداتیو رو کم کنن، مخصوصا در سلول‌های مغز و رگ‌های خونی سالمندان.
برعکس نوع سفید که بیشتر توی روغن‌های ناسالم برشته میشه و بخش زیادی از مواد معدنی خودش رو از دست میده، کنجد سیاه سرشار از مواد معدنی باقی میمونه و در طب سنتی شرقی سالهاست که به صورت دوزهای کوچیک برای سلامت مغز و قلب استفاده میشه. یه تحقیقی در سال 2021 در مجله بیوشیمی تغذیه‌ای نشون داد که مصرف روزانه کنجد سیاه به مدت 60 روز میتونه عملکرد ذهنی و کنترل فشار خون سالمندان رو به طور محسوسی بهبود بده. افراد بین 65 تا 78 سال که روزانه فقط 2 قاشق چایخوری مصرف میکردن، بعد از 2 ماه 13% کاهش فشار خون سیستولیک و 22% بهبود در حافظه و یادآوری رو تجربه کردند. شماره 3 دانه کتانه. اینجا پای یکی از قهرمانان خاموش دنیای تغذیه وسطه. شاید مثل چیا یا کنجد تبلیغات پرزرق و برقی نداشته باشه. شاید حتی اسمش کمتر شنیده شده باشه. اما اونچه که در بدن، مخصوصا بدن افراد بالای 60 سال انجام میده شگفت انگیزه. دانه کتان سرشار از امگا 3، فیبر محلول و لیگنان‌های ضد سرطانه. این ترکیب نه تنها به سلامت قلب کمک میکنه، بلکه به تنظیم هورمون‌ها، بهبود عملکرد روده، کاهش کلسترول بد و حتی آرامتر شدن التهاب مفاصل کمک میکنه. و مهمتر از همه، برخلاف بعضی دانه‌ها که میتونن مشکلات گوارشی ایجاد کنن، وقتی دانه کتان به درستی خیس یا آسیاب بشه، هضم خیلی راحت تری داره و با پوشش لزجی که ایجاد میکنه مثل یک سپر محافظ برای روده عمل میکنه. یک مطالعه در سال 2020 که در مجله تحقیقات فشار خون منتشر شد، تأثیر شگفت‌انگیز این دانه‌ها را نشون داد. 110 سالمند بالای 70 سال با فشار خون مرزی به 2 گروه تقسیم شدند. به نیمی از اونها روزانه 1 مافین حاوی 30 گرم دانه کتان آسیاب شده داده شد و گروه دوم فقط مافین دارونما خوردند. بعد از 6 ماه گروهی که دانه کتان مصرف کرده بودند 15 میلیمتر جیوه کاهش فشار خون سیستولیک و 7 میلیمتر جیوه کاهش فشار خون دیاستولیک رو تجربه کردند. عددی که با خیلی از داروهای خط اول فشار خون برابری میکنه، اما بدون هیچ عوارض جانبی. کلید اصلی اینه که دانه کتان حتما تازه آسیاب بشه. دانه کامل اغلب بدون جذب شدن از بدن دفع میشه. میتونید اون رو توی خونه آسیاب کنید یا آماده بخرید، اما حتما توی یخچال نگهداری کنید چون روغن‌های حساسش خیلی زود خراب میشن. بهترین حالت مصرفش هم داخل اسموتی روی جو 2 سر، فقط پخته نشه چون گرمای زیاد خواصش رو از بین میبره. برای سالمندانی که با رگ‌های سفت، هضم کند و کلسترول بالا سر و کار دارن، تخم کتان یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین عادت‌هاییه که میتونن همین امروز شروع کنن. شماره 2 تخم کدو تنبل. به این دانه کوچک سبز پپیتا هم میگن و میشه گفت که یکی از مغذی‌ترین غذاهای طبیعی روی زمینه. اما متاسفانه تقریبا همیشه تو رژیم غذایی سالمندان نادیده گرفته میشه. تخم کدو تنبل سرشار از روی یک ماده معدنی حیاتی که برای سیستم ایمنی، ترمیم زخم و بازسازی عضلات ضروریه. خیلی از سالمندان به دلیل کاهش اسید معده که برای جذب مواد معدنی لازمه، دچار کمبود روی میشن. در نتیجه ترمیم کندتر زخم‌ها و عفونت‌های مکرر، ضعف عضلانی و علائمی که اغلب به اشتباه به پیری نسبت داده میشه. این دانه شگفت‌انگیز همچنین منبع عالی منیزیمه، ماده‌ای که در بیش از 300 فرایند سلولی نقش داره، از جمله انقباض و شل شدن عضلات و بهبود کیفیت خواب. توی یک مطالعه در سال 2019 که در مجله اروپایی تغذیه بالینی منتشر شد، 76 سالمند بالای 65 سال که از گرفتگی پا و بیخوابی رنج می‌بردند، روزانه 30 گرم تخم کدو تنبل مصرف کردند. فقط 4 هفته بعد 71% خواب بهتری گزارش دادن و گرفتگی پاهاشون هم 48% کمتر شد. برای سالمندانی که با از دست دادن عضلات، بیخوابی یا التیام کند زخم‌ها مواجه هستند، تخم کدو تنبل میتونه همون قطعه گم شده پازل باشه.
فقط یک مشت کوچیک توی روز بدون مکمل‌ها و پودرهای مصنوعی، فقط غذای واقعی. شماره 1 تخم شاهدانه. به دانه‌ای میرسیم که شاید اسمش کمی جنجالی به نظر بیاد، اما نگران نباشین. تخم شاهدانه THC نداره، یعنی هیچ اثر روانی نداره. چیزی که داره یکی از متعادل‌ترین نسبت‌های امگا 3 به امگا 6 بین تمام غذاهای طبیعیه. این تعادل برای سالمندان مثل طلاه. کمک میکنه که التهاب کاهش پیدا کنه، مه مغزی کم بشه و از تحلیل رفتن عضلات هم جلوگیری بشه. علاوه بر این تخم شاهدانه منبع غنی از اسید گاما لینولنیکه که یک ترکیب ضد التهابی نادره که به تنظیم هورمون‌ها، کاهش درد مفاصل و بهبود متابولیسم کمک میکنه. و یه نکته عالی درباره تخم شاهدانه اینه که هضمش فوق‌العاده آسونه. نه نیازی به خیساندن داره و نه به آسیاب کردن. میتونید خیلی راحت اون رو به اسموتی ها اضافه کنید. روی سوپ بریزید یا با ماست مخلوطش کنید. برای روده ملایمه. برای سالمندانی که مشکلات دندانی دارن ایمنه. و در عین حال انقدر قدرتمنده که بدون هیچ عوارض جانبی دردهای مزمن رو کم کنه. برای هر کسی که بالای 60 ساله که با خستگی، درد مفاصل یا مه مغزی درگیره، یک عادت ساده فقط 3 قاشق غذاخوری در روز میتونه انرژی و تحرک رو سریعتر از هر چیز دیگه‌ای که دیدیم بهتون برگردونه. خب دوستان، این بود ماجرای 4 دانه خطرناکی که باید ازشون فاصله بگیرین و 4 دانه فوق‌العاده‌ای که بدن شما بعد از 60 سالگی عاشقشونه. یادتون باشه هدف ما این نیست که همه دانه ها رو حذف کنید یا از غذا بترسین. موضوع اینه که بدونین چه چیزی در این مرحله از زندگیتون واقعا به بدنتون کمک میکنه. چیزی که در 40 سالگی سالم بود ممکنه توی 70 سالگی به ضررتون باشه. اما با انتخاب‌های درست، با دانه‌هایی که واقعاً مغذی و ضد التهاب هستن، میتونید با پیری بجنگید، خواب و انرژیتون رو برگردونین و کیفیت زندگیتون رو بالا ببرین. عزیزای من، حالا نوبت شماه. کدوم یکی از این دانه ها رو بیشتر مصرف میکنید و بزرگترین مشکلی که الان باهاش دست و پنجه نرم میکنین چیه؟ مفاصل، هضم یا خوابتونه؟ کامنت بذارین چون من همه رو میخونم و بهتون نکات و پیشنهادهای شخصی میدم تا بتونید انتخابهای سالم تری داشته باشین. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. سلامتی بعد از 60 سالگی یک انتخاب نیست، پایه و اساس زندگیه.